بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز و نهایت گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که دارای صحت و عافیت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. به ادامه درس های قبلی خوش میخوایم که در رابطه با اوساط غذایی درس امروزی را به شما تقدیم بکنم. همانطور که اطلاع دارین در درس گذشته ما روی فیزیولوژی مایکروارگانیسم ها، ترکیب بیوشیمی که از اونها بحث کردیم. امروز یک بحث بسیار مهم و یک بحثی که تقریبا پرکتیک یا درس عملی علم مایکروبیولوژی به او سر و کار داره را به شما توضیح میتیم که اوساط غذایی، کشت و بالاخره اجابات نشونمایی است. خب یک تصویر است که در ذهن شما یک مفکوره و یا یک ایدئای ایجاد بکنه. چیزهایی که شما در اینجا میبینین پیتری دیش هاست. این ساختمان ها را به نام پیتری دیش یاد میکنه. هم ساختمان به اصطلاح شیشه‌ای داره و هم یک بار مصرف از پلاستیک ساخته شده. اینها تیوب ها هستند. تیوب ها هستند که به اصطلاح معقم است. داخل از این هیچ گونه میکروب تا حال نفوذ نکرده. در مجموع موادی را که شما در اینجا میبینین اینها وسط ها یا محیط های مصنوعی است که ما در داخل از این باز میکروب ها را کشت میدیم. این تصویر در اول به خاطر از این آورده بودم که شما یک ایمیج یا یک تصویر از درس در ذهن داشته باشین. ما چی میخوانیم؟ همین درسی که قرار است من بر شما توضیح بدم. در این درس با کدام نکات شما باید متوجه باشین و کدام سوالات را در اخیر باید پاسخگوی باشین. در درس امروزی باید متوجه باشین که وسط غذایی چی را میگه. وقتی ما مدیا یا مدیم میگیم، مدیا یک وسط را میگه، مدیم جمعش از اوساط معنا میده. خب اوساط غذایی یا وسط غذایی چیست؟ تعریفش کرده بتانید. چرا اوساط غذایی یا یک وسط غذایی را استفاده میکنیم؟ که میشه اهداف استفاده از وسط غذایی، به خاطر کدام اهداف ما استفادهش میکنیم؟ خب وقتی یک وسط غذایی را تهیه میکنیم چون سر کار ما با میکروب است، میکروب را میخوایم کشت بکنیم تا به صورت خالص به دستش بیاریم. پس کدام نقاط باید مد نظر گرفته شود؟ اوساط غذایی چند رقم است: جامد، مایع، ساده، مغلق، طبیعی به اصطلاح، مصنوعی، اوساط غذایی به اصطلاح عمومی، انتخابی، تفریقی و غیره. همچنان تعریف و مثال اوساط غذایی عمومی را، یک اوساط غذایی عمومی یا جنرال مدیا یا پرایمری کلچر به کدام اوساط گفته میشه؟ مثالش هم باید گفته بتانین. اوساط انتخابی یا سلکتیو مدیا کدام اوساط را میگه؟ اوساط تفریقی یا دیفرنشیال مدیا با کدام اوساط غذایی گفته میشه؟ یک یا دو مثال حتما با تعبیر و تفسیرش باید گفته بتانین. همچنان کشت چی هست؟ خب وسط غذایی محیط مصنوعی هست. امی عملیه انتقال میکروب ها از نمونه هایی که ما از مریض گرفتیم روی وسط غذایی این میره کشت میگه. باز این کشت چند نوع متد داره. به صورت عموم چند نوع کشت را انجام داده میتونیم. تکنیک کشت چگونه صورت میگیره؟ یک سلسله مانوره های دستی بسیار به اصطلاح حساس را نیاز داره، ایجاد میکنه. و همچنان در آخر اگر فرصت پیدا شد یا وقت من روی رشد و نموی مایکروارگانیسم ها و همچنان اوصافشان در اوساط غذایی جامد و مایع بحث میکنیم ان شاء الله. پاسخ سوال اول: اوساط غذایی مدیا یا مدیوم چی هست؟ محیط مصنوعی است که تمام مواد مورد نیاز، اینا مواد مورد نیاز را شما در ترکیب بیوشیمی خواندین: آب، مرکبات غیر عضوی، مرکبات عضوی. پس یک وسط غذایی محیط مصنوعی است که تمام مواد مورد نیاز باکتری ها را با خاطر رشد و نمویشان در خود داشته و این به شکل طبیعی به دسترسشان قرار داشته باشه. یعنی باکتری ها علاوه از اینکه مواد اوجا وجود داشته باشه از او استفاده هم کرده بتونه، به شکل قابل دسترس متابولیک در دسترسشان باشه تا فعالیت های حیاتی خویش را او انجام بده. هدف وسط غذایی چیست؟ چرا ما یک وسط غذایی یا یک محیط مصنوعی را به خاطر رشد و نموی میکروب ها تهیه می‌سازیم؟ هدف اول این است که ما می‌خواهیم که به منظور تشخیص از نمونه های مریض فقط یک میکروب پاتوژن را به دست بیاریم. پس تهیه کلچر خالص باکتری ها هدف اولی ماست تا میکروب ها را به صورت خالص به دست بیاریم. دوم، ذخیره سازی میکروب ها. مثلا به خاطر آموزش مسئولین ما کشت را انجام میدیم، به خاطر اینکه در کارهای پرکتیک مسئولین میایه تغییرات بیوشیمیک، تغییراتی که توسط چشم میبینین خصوصا روی اوساط غذایی جامد اونها را مشاهده بکنن. به خاطر تهیه واکسین هیچ امکان نداره که یک واکسن تهیه شود تا زمانی که یک میکروب را رشد ندیم، تعدادش زیاد نسازیم تا قابل دریافت شود. همچنان به خاطر تهیه اسم
جهت تشخیص ما سمیر میسازیم، یعنی نمونه ها را روی یک سلاید هموار کرده تثبیتش میکنیم و بعد از اون رنگامیزی میکنیم. با خاطر استحصال توکسین های میکروبی ما توکسین های باکتری ها را، هر باکتری البته باکتری های مختلف یک سلسله توکسین های زهریات متفاوت را تولید میکنه که با استفاده از استحصال و به دست آوردن این توکسین ها از وسط غذایی ما میتونیم یک باکتری مشخص را تشخیص بکنیم. مطالعه ژنتیک میکروب ها، همچنان تست حساسیت آنتی بیوگرام که یک مورد استفاده بسیار وسیع داره، ما وقتی کشت را انجام میدیم میخوایم که معلوم بکنیم که باکتری ها در مقابل کدام آنتی بیوتیک حساس است و در مقابل کدام آنتی بیوتیک از خود مقاومت نشان میده. خب در ترکیب یک وسط غذایی فراموش نکنین کسایی که وسط غذایی را میسازه شاید یک وسط طبیعی باشه از مواد طبیعی و هم یک وسط مصنوعی باشه که مواد مختلفه و مثلا اجزای مختلفی از او دقیقاً اندازه گیری شده باشه. خود در تمام حالات باید مواد ارگانوژنز را داشته باشه، یعنی هم مواد عضوی هم مواد غیر عضوی هم آب و بعض از باکتری ها با مواد مخصوصی، مثلا بعضیش با اکسیژن با غلظت بلند، بعضیش با کربن دی اکساید با غلظت بلند، بعضیش به خون، بعضیش به خون حرارت داشته شده و غیره نیاز داره که باید در وسط غذایی فراهم شده باشه. اگر یک وسط غذایی حاوی مواد ارگانوژنز یا موادی که خود باکتری از او ساخته شده وجود نداشته باشه، شاید باکتری یا اصلا رشد نکنه یا رشدش بسیار آهسته صورت میگیره. خب سوال بعدی که گفتیم در حین تهیه یک وسط غذایی کدام نکات باید رعایت شود؟ این نکات بسیار مهم است چون سر کار ما با میکروب است و میکروب را شما میفهمید که در آب، در هوا، در فضا، در تمام قسمت ها وجود داره. وقتی ما یک وسط غذایی را میسازیم یا یک عملیه کشت را انجام میدیم، اگر وسط غذایی از ما آلوده شود، یعنی علاوه از میکروب هایی که ما از نمونه های مریض به دست آوردیم، میکروب های هوا در او رشد بکنه یا میکروب های دستای ما یا میکروب های وسایل ما، باز تشخیص صورت نمیگیره. بنابراین این 5 مورد نهایت ضرور است که در حین تهیه یک وسط غذایی باید این رعایت شود. اول اوساط غذایی باید حاوی تمام موادش باشه که میکروب به او ضرورت داره که در قسمت ارگانوژنز گفتیم. کربوهیدرات ها، پروتئینات، شحمیات، مواد غیر عضوی، آب و سایر مواد مورد نیازه که بعضی از باکتری های خاص نیاز داره. تعامل pHش باید مطابق به حساسیت غشای حجره عیار گرده، یعنی اتو نشوه که یک میکروبی که به pH 8 بسیار خوب رشد میکنه، اگر pH زیر بسیار اسیدی یا بسیار قلوی بسازیم شاید و میکروب رشد کرده نتونه. پس pH از او هم طور عیار میسازیم که باکتری در اوجه به حد اعظمی رشد کرده بتونه و این زمان ما عیار میسازیم از روی چی عیار بسازیم؟ از روی دانستن خواص خود مشخصات باکتری ها که انشاءالله در اخیر به او اشاره میکنیم. وسط غذایی باید مرطوب باشه، یعنی یک وسط غذایی وقتی که ما شما میخوایم تهیه بسازیم باید رطوبت داشته باشه. این رطوبت ناشی از حضور آب یا ناشی از بخارات هوا به اصطلاح صورت میگیره. اگر یک وسط غذایی خشک باشه تبادله مولکول ها و آیون ها صورت نگرفته و میکروب ها به اصطلاح رشد کرده نمیتونه. و دیگه ای که رطوبت و موجودیت به اصطلاح خود تفت و بخار آب در داخل یک وسط غذایی کمک میکنه در پروسه های آزموزش و دیفیوژن، چون اکثرا آب، اکسیژن، نیتروژن، کربن دی اکساید اینها از طریق به اصطلاح غشای حجروی در یک محیطی که حاوی رطوبت باشه صورت میگیره. وسط غذایی باید ایزوتونیک باشه، یعنی نمکیات وسط باید فشار ازموتیک را طور به اصطلاح تنظیم بکنه که باکتری دور یا از بین نره یا آبش ضایع نشه. فرض کنین یک باکتری در غلظت نمک 2% یا 3% میتونه رشد بکنه، ولی اگر غلظت نمک را در اوج 5% یا 10% بسازیم باز باکتری در رشد کرده نمیتونه. همچنان بعضی از باکتری ها میتونه در غلظت های بلندتر از نمک خوبتر رشد بکنه. پس این هم مد نظر میگیریم با در نظر داشته خواص یا مشخصات باکتری ها. وسط غذایی باید معقم باشه. معقم به این معنی که هیچ گونه نفوذ میکروب و چی به شکل میکروب به اصطلاح زنده باشه چی شکل سپوردارش باشه در وسط غذایی وجود نداشته باشه. اگر وسط از ما آلوده شود توسط دست ما، توسط هوای اتاق و یا توسط وسایل منتر یا پروسه های ما در شرایط تعقیم شده انجام نشود، این وسط آلوده شده هیچ به درد نمیخوره. پس این 5 مورد را شما در حین تهیه یک وسط غذایی باید رعایت بسازید.
اوساط غذایی چند نوع است. حالا که به اصطلاح محیطی های کشت را خواندیم و اوساط غذایی را تعریف کردیم، نظر به انواع مختلفی اوساط غذایی وجود داره. به طور مثال نظر به حالت، اوساط غذایی جامد، اوساط غذایی نیمه جامد و مایع داریم. خب به خاطر تهیه یک وسط غذایی جامد مورد استفادهش واقعا زیادتر هست. از یک ماده به نام اگر استفاده میشه. اگر یک ماده است که باکتری از این به عنوان غذا استفاده کرده نمیتونه، ولی یک بستر رشد بسیار خوب به خاطر باکتریاها به کار میره. این ماده یک خاصیت داره، اگر 80 یا 80 بالاتر حرارت داده شود شکل مایع را به خود میگیره، ولی وقتی که حرارت از 40 درجه سانتیگراد پایین بیاید باکتری چی میشه؟ وقتی که حرارت از 40 درجه سانتیگراد پایین آمد، باز این وسط یا ماده اگر حالت جامد را به خود گرفته و ما میتونیم که باکتریاها را اوصافش یا به اصطلاح شکل کالونی، سایزش و سایر موارد از او را در این وسط غذایی جامد اصلا توضیح بکنیم. این وسط غذایی که به اصطلاح نظر به حالت یا وسط غذایی جامد هست، دو تا ویژگی عمده داره. بسیار آسان تهیه میشه و ای که تمام مواد مورد نیاز باکتریاها را داره. فراموش نکنین که وسط غذایی جامد با وسط گفته میشه که حاوی 5% ماده اگر باشه. نیمه جامد 2% است و در اوساط غذایی مایع اصلا ماده اگر وجود نداره. یعنی مایع هست و شکل سیال است و مواد غذایی از یک سمت به سمت دیگر در داخل تیوب ها حرکت میکنه. خب این پودر اگر از گفتم از یک نوع الجی بحری به دست میآید. شما جیله را که بالای فیرنی ها تهیه میشه دیدین، یک مثال از خود ماده اگر است که به اصطلاح شکل میتین. هرگاه او جیله حرارت داده شود شکل مایع را به خود میگیره. و این هم اوساط غذایی در با اشکال مختلف است. این پیتری ریش است و این هم تیوب هاست. تیوب ها را هم به خاطر جمع‌آوری نمونه ها هم به خاطر محیط کشت میتونیم استفاده کنیم. این یک وسط غذایی جامد است. این یک وسط غذایی جامد است. این هم جامد است. البته تفاوت میانی ای و ای است که در اینجا سطح کوتاه است. هرگاه کشت عمقی را انجام میتیم به قسمت پایینی به این شکل وضعیت میتیم تیوب را، و در اینجا تیوب را بعد از اینکه مواد اگر داره در حالت جوش در داخل تیوب تخلیه کرده او را وضعیت مایل داده. شما میبینید سطح بسیار وسیع فراهم ساخته شده و این یک وسط غذایی مایع هست که مواد اگر در وجود نداره. خب تصویر دومیش. خب نظر به حالت گفتیم، حالا نظر به ترکیب. اوساط غذایی ساده و مغلق داریم. آب گوشت که میت برات، میت واتر یا پیپتون واتر به او اطلاق میشه، یک مثال از وسط غذایی ساده است. یعنی اگر گوشت را ما در داخل آب حرارت بدیم، آب گوشت یک وسط طبیعی است. حالا اگر در داخل او یک گلوکوز پرتیم یا سدیم کلراید را علاوه بسازیم یا مواد دیگه را در او علاوه بسازیم، از وسط غذایی ساده یک وسط غذایی مغلق به اصطلاح به دست میاد. پس اوساط غذایی ساده حاوی یک ماده غذایی و اوساط غذایی مغلق از اثر اشتراک یا یک جا شدن چندین مواد غذایی ساده به دست میاد. نظر به چگونگی پیدایششان اوساط غذایی طبیعی و مصنوعی داریم. اوساط غذایی طبیعی به طور مثال خون انسان ها، سیروم حیوانی، شیر، پارچه های کچالو، اگر اینها به خاطر تهیه یک وسط غذایی استفاده شود یک وسط طبیعی است، به خاطر اینکه اجزای تشکیل دهنده از این فرد مولکولش به ما معلوم نیست. اما اوساط مصنوعی به اوساط گفته میشه که ترکیب از او به ما معلوم است. یعنی اگر پشت بوتل های اوساط غذایی که در لابراتوارهای مخصوص تهیه میشه ببینین، براتون میگه که هر کیلوی از یا هر 100 گرم از این سدیم داره، این پتاسیم داره، این قند است، به این اندازه. پس اوساط غذایی طبیعی چگونگی ترکیبش به ما معلوم نیست، به صورت طبیعی وجود داره و اوساط غذایی مصنوعی به اوساط گفته میشه که چگونگی ترکیب و پیدایشش به اصطلاح در لابراتوارهای به اصطلاح انسانی تهیه و ساخته میشه. این آب گوشت است، یک وسط غذایی چی است؟ ساده هست، میت برات میگه برش. نظر به مفهوم و کارایی باکتریولوژیک باز اوساط غذایی انتخابی و تفریقی داره. اوساط غذایی انتخابی، ببینیم کلمه انتخابی یا سلکتیو. وسط غذایی انتخابی به اوساط گفته میشه که با چنان ترکیب ساخته شود که زمینه رشد یک یا چند باکتریا را مساعد بسازه اما دیگر باکتریاها را اجازه رشد نده. یعنی چطور امکان داره که یک وسط غذایی ساخته شود که یک باکتری یا یک دو باکتری را اجازه رشد و نمو بده، دیگر باکتریاها تا داخل از او رشد کرده نتونه. در این اوساط غذایی مواد را علاوه میسازه
که باکتری های مورد نظر ما را از بین نبرده، ولی سر بالای دیگه باکتری ها اثراتی چی داره؟ اثرات مرگبار داره، یا اونها را رشد و نمویشان بند میسازه و یا هم به اصطلاح رشد و نمو از اونها را بسیار بدی میسازه. پس اوساط غذایی انتخابی به اوساط گفته میشه که زمینه رشد یک یا چند میکروب را مساعد ساخته، سایر باکتری ها را یا رشد کرده نمیتونه یا رشدشان بسیار بدی صورت میگیره. و همچنین اوساط تفریقی داریم. اوساط تفریقی یعنی فرق کننده اوساط غذایی است که توسط استفاده یا توسط کشت از این اوساط غذایی ما میتونیم باکتری های مختلفه را فرق کنیم. مثلا توسط چی فرقش میکنیم؟ اوساط پروتئین دار در شامل هست. در یک وسط غذایی که پروتئین باشه و یک باکتری بتونه او پروتئین را هضم بسازه، هضم از او در خود شکل محیط وسط غذایی تغییر ایجاد کرده که میتونیم فعالیت پروتئولایتیک یا هضم کننده پروتئین ها را به اصطلاح معلوم بکنیم. و طبعا مثلا اگر در یک وسط غذایی پروتئین وجود داشته باشه و یک باکتری بتونه انزایم هایی داشته باشه که پروتئین را تجزیه بکنه، پی اچ وسط را تغییر میده. تغییر پی اچ وسط باعث تغییر رنگ میشه که ما میتونیم بگیم که این باکتری انزایم های پروتئولایتیک داشته و تغییر وسط را ایجاد کرده. همچنان در اوساط پروتئین دار میتونیم شیر را مثلا مثال ببریم، یک وسط غذایی که از شیر ساخته شده باشه. ژلاتین یک پروتئین دیگه است که بعضی از باکتری ها انزایم ژلاتینیز داره، این را ذوب میکنه. اگر ذوب شد گفته میتونیم که باکتری فعالیت پروتئولایتیک داشته و انزایم ژلاتینیز داره و ژلاتین ذوب کرده. میت پپتون است. در اینجا هم مثلا در تصویر قبلی که من به شما نشان دادم ببینید در 3 تا بوتل تفاوتی که شما میتونین ببینین چی هست. بسیار یک تفاوت بارز مشاهده میکنین. در اینجا شما میتونین ببینید در این بوتل رنگ بوتل تغییر کرده. به این معنی که باکتری هایی که تونسته از پارچه های گوشت استفاده بکنه و پارچه های گوشت را تجزیه یا پارچه بکنه، تغییر رنگ ایجاد کرده. اما در اینجا شما باکتری های را مشاهده میکنین که اصلا انزایم هایی نداره که گوشت را پارچه بکنه، بنان این باکتری فعالیت پروتئولایتیک نداشته و این دو تیپ دیگه این فعالیت پروتئولایتیک را از خود نشان میده. سیروم خون هست. خون انسان ها حاوی RBC هست. هرگاه فعالیت همولایتیک یا تجزیه کننده خون یک باکتری را که آیا این فعالیت همولایتیک داره یا نداره معلوم بسازیم، از خون در یک وسط غذایی استفاده میکنه. مثلا یک وسط غذایی که حاوی خون باشه او را اگر خوندار یا بلاد اگر میگه. بعضی از باکتری ها میتونه خون را تجزیه بکنه، تغییر رنگ زرد سبز، و بعضی باکتری ها نمیتونه که تغییر رنگ ایجاد کنه، بدون رنگ در داخل از این باقی میمانه یا رشد میکنه. مواد کیمیایی را در اوساط غذایی علاوه میسازه تا وسط را تفریقی بسازه. به طور مثال یک وسط غذایی را میسازه که حاوی سدیم کلراید باشه. من یک مثال میتونم به شما. سدیم کلراید یک ماده کیمیایی هست، از سدیم و کلور ساخته شده و ما شما پیشتر خواندیم که وسط غذایی باید فشار ازوموتیکش نرمال باشه. این حالا بعضی از باکتری ها غلظت بلند نمک را تحمل کرده میتونه، بعضی هایش نمیتونه. ما مثال میتونم استافیلوکوک و استرپتوکوک ها را مثلا مد نظر بگیریم. 2 تا باکتری است از خانواده های مختلف. اگر در یک وسط غذایی 10% سدیم کلراید را علاوه بسازیم، استافیلوکوک رشد کرده میتونه. باکتری که غلظت نمک را میتونه تحمل بسازه، ولی استرپتوکوک ها را از بین میبره. باکتری که فشار ازوموتیک بلند رو باکتری ها به اصطلاح تحمل کرده نمیتونه. همچنان مواد کیمیایی بعضی از رنگ هاست. بعضی از رنگ ها را در یک وسط غذایی استفاده میکنه که تغییر رنگی از اون میتونه که وسط غذایی را به ما نشان بده. یا مثلا مواد کیمیایی میتونه آنتی بیوتیک ها باشه. بعضی از آنتی بیوتیک ها را در یک وسط غذایی علاوه میسازه که باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها حساسیت متفاوت از خود داره. بعضی هایشان توسط آنتی بیوتیک نهی میشه و بعضی هایشان رشد میکنه. همچنان فعالیت ارجایی با خاطر فعالیت ریدکتیو یا فعالیت ارجایی بعض از اوساط غذایی ساخته میشه. یک مثالش اوساط غذایی مکان که اگر است که من پسان بر شما به مثال میارم در تصویر. فرض کنیم که در یک وسط غذایی هیدروژن سلفاید یا H2S تولید شده. هیدروژن سلفاید یک گاز بیرنگ است
اگر در یک وسط غذایی هیدروژن سلفاید تولید شود و در مو وسط غذایی آهن یا این وجود داشته باشه، هیدروژن سلفاید خود سلفاید هیدروژن میره با آهن یک جا شده رنگ وسط را سیاه میسازه. پس این فعالیت ارجاعی یا ریداکتیو باکتری ها را نشان میده. البته کل باکتری ها نمیتونه هیدروژن سلفاید تولید بکنه، بعضیاش که میتونه هیدروژن سلفاید تولید بکنه ما را توسط فعالیت ارجاعی وسط غذایی او را تشخیص میکنیم. عمل تخمری باکتری ها، تخمر یا فرمنتیشن را ما شما خواندیم در صورتی که گیرنده نهایی الکترون ها و یا هیدروژن یک مرکب عضوی باشه یا عملیه را فرمنتیشن یا تخمر میگن. اینال بعضی از باکتری ها فعالیت های تخمری داره. با خاطر ارزیابی فعالیت های تخمری ما از قندیات یا کربوهیدرات ها استفاده میکنیم، مثلا از گلوکوز، از لاکتوز، از سوکروز و غیره. پس اوصاف تفریقی به او اوصاف گفته میشه که با علاوه شدن مواد مخصوص، مثلا یک پروتئین خاص، سیروم خون انسانی، مواد کیمیایی، موادی که فعالیت ارجاعی باکتری ها را بالملو بسازه یا عملیات تخمری باکتری ها را به ما نشان بده، از این تهیه شده. در وسط غذایی ببینید 4 تا تیوب میبینید، در یک تیوبش رنگ سیاه ایجاد شده. این به این معنی است که این باکتری تانسته که از مواد یا از محصولات داخل تیوب استفاده بکنه، او را تجزیه کرده و رنگ وسط را سیاه ساخته. در اینجا میبینید شما یک وسطی که حاوی پروتئین ژلاتین است. در هر دو تیوب ژلاتین وجود داره، اما در اینجا باکتری رشد کرده که انزیم ژلاتینیز داشته. شما میبینید ژلاتین را ذوب کرده، بعضی قسمت ها بدون ژلاتین شده. اما در اینجا باکتری وجود داره که ژلاتینیز نداره و ژلاتین ذوب نکرده و تغییر رنگ در وسط به وجود نیاورده. فعالیت های همولایتیک را گفتیم، اگر در یک وسط غذایی خون را لوا بسازیم میتونیم از یک وسط تفریقی بسازیم. در اینجا باکتری رشد کرده که هیچ گونه انزیم های همولایزین نداره تا RBC ها را تخریب بسازن، بدون رنگ است. در اینجا باکتری های رشد کرده که تانسته 50% RBC ها را تخریب بسازه و رنگ سبز تولید بکنه. این را گاما همولیزیس میگه اگر هیچ فعالیت همولایتیک یک باکتری نداشته باشه. این را الفا همولیزیس و اگر یک باکتری مکملا RBC ها را تجزیه بکنه و بیلیروبینی که رنگ زرد داره از او به اصطلاح تولید بکنه، رنگ وسط را زرد میسازه. این را بیتا همولیز میگه. باز هم گاما همولیز هیچ گونه فعالیت همولایتیک نمیبینیم، تجزیه RBC را انجام داده نتونسته. در اینجا رنگ سبز تولید شده الفا و اینجا هم مکملا رنگ زرد رو شما میبینید که از اثر لیز یا تجزیه مکمل RBC ها رنگ زرد تولید شده. این را بیتا همولیز میگیم. بعضی از باکتری ها گاما همولایتیک هستند، بعضی الفا و بعضی ها هم بیتا همولایتیک. این مانیتول سالت اگر هست، یک وسط غذایی دیگه است که ببینید از نامش پیداست. مانیتول قند است، سالت نمک است، اگر هم ماده اگر که به خاطر رشد باکتری ها در وسط غذایی جامد استفاده میشه. ببینید مانیتول سالت اگر یک وسط بسیار انتخابی به خاطر استافیلوکوک طلایی هست. یک باکتری به نام یک باکتری استافیلوکوک طلایی استافیلوکوکس اوریوس است. این یک وسط انتخابی به این باکتری است. چرا انتخابی است؟ باکتری که دو تا ماده در اینجا وجود داره. یکی قند مانیتول است، خود وسط در حالت نرمال رنگ تقریبا سرخ داره. وقتی که قند مانیتول تخمر داده شود و اسید برگردانده شود، رنگ وسط را زرد میسازه. یک این تفریقی ساخته وسط غذایی را. دوم در اینجا نمک 10% سدیم کلراید این وسط غذایی وجود داره که با جز استافیلوکوک دیگه باکتری در رشد کرده نمیتونه. پس به خاطر علاوه کردن سالت یا نمک رشد دیگه باکتری ها را ما متوقف ساختیم، وسط را سلکتیو یا انتخابی ساختیم و از خاطر حضور قند مانیتول که کل باکتری ها مانیتول نمیتونه تخمر بده، وسط را تفریقی ساختیم. مانیتول سالت اگر یک وسط انتخابی و تفریقی به خاطر رشد باکتری های استافیلوکوک به حساب میره. خب این تصویر دیگه مانیتول سالتگر یا MSA اگر است. در اینجا باکتری رشد کرده، هم رشد کرده هم مکملا مانیتول تخمر داده. پس این باکتری باید استافیلوکوک طلایی باشه. در اینجا باکتری ها رشد کرده اما وسط را تغییر داده نتونسته. استافیلوکوکس اپیدرمیس. در اینجا اصلا نه رشد کرده باکتری و نه هم تغییر رنگ ایجاد کرده است. مایکروکوک ها. باز این سه تا وسط را شما فقط از رنگ ظاهریش ببینید. در این دو تیوب اول هیچ گونه تغییر رنگ در خود گوشت و در آبش ایجاد نشده. در این قسمت شما میبینید که گوشت رنگ سیاه را به خود گرفته. این فعالیت پروتئولایتیک یا هضم کردن یا تجزیه کننده خود پروتئین های باکتری ها را به ما نشان میده.
نوترینت اگر یک وسط عمومی هست، اوساط عمومی به اوساط گفته میشه که هر باکتری رو میتونیم در داخل از او چی کنیم؟ کشت بکنیم. یعنی در اوساط عمومی یا در اوساط بیزال یا در اوساط که پرایمری کلچر میگیم تمام باکتری ها میتونن رشد بکنن، اما کل باکتری هایی که در اینجا رشد میکنن از همدیگه را فرق کرده نمیتونیم. بلد اگر یک وسط تفریقی هست، یک وسط دیفرنشیال است. چرا؟ فعالیت هیمولایتیک باکتری ها را به ما نشان میده که آیا این باکتری الفا هیمولایتیک است، بیتا هست یا گاما. شما میبینید که در مقابل یا در 4 دوباره هر یکی از این کالونی ها، این نقاط سیاسی هایی که شما میبینید این اجتماعات میکروبی است. اینجا میکروب ها رشد کرده و هزاران شاید میلیون ها باکتری با اصطلاح در دور بر هم رشد بکنه که هر یک از اینها را کالونی یا پرگنه یاد میکنه به زبان ایرانی ها. پس یک وسط چی شد؟ یک وسط تفریقی است. مانیتول سالت اگر هم تفریقی است هم انتخابی. ببینید رنگ طبیعی خود وسط رنگ بنفش است. دیجا نمک است که با جز استافیلوکوک طلایی و اپیدرمیدس و ساپروفایتیکوس دیگه باکتری ها در رشد کرده نمیتونه. و قند مانیتول داره که در صورت تخمر از این رنگ وسط و رنگ زرد در میآید. گاما هیمولیزیس هیچ گونه فعالیت هیمولایتیک نداره این باکتری. الفا هیمولیزیس فعالیت هیمولایتیک الفا یعنی 50% تونسته آر بی سی ها را لیز و رنگ بلیوردین که رنگ سبز داره تولید بکنه. بیتا هیمولیز مکمل لیز داده و رنگ زرد تولید کرده. تکرار. خب فراموش نکنین که این دو تا وسط غذایی به خاطر رشد باکتریاهای نایسریاس که در مایکروبیولوژی سیستمیک انشلاخات خواندن، باکتریاهایی هستند که هرگاه ما بلدگر یا خون را حرارت بدیم در 80 درجه سانتیگراد آر بی سی ها پارچه میشه و از او یک وسط ساخته میشه که چاکلیتگر میگیم. این وسط چاکلیتگر است، یک وسط عمومی است. چقدر زیاد باکتری ها در اینجا رشد کرده؟ کل باکتری ها. اما در این وسط چاکلیتگر ما میخوایم یک چند تا آنتی بیوتیک را علاوه بسازیم که وسط انتخابی شود. مثلا وانکومایسین، کولیستین، پولمیگزین، نیستاتین. این اوساط ای با آنتی بیوتیک ها روی باکتری های گرام مثبت تاثیر کرده، رشدشان بند ساخته، ما رشد نایسریا ها را بند نمیسازه. اینها رشد میکنه، دیگرها رشد نمیکنه. پس یک وسط عمومی را تبدیل کردیم با یک وسط انتخابی. و این هم مکان که اگر است که در حالت نرمال ببینین برنگ است. اینجا باکتری هایی که کش دادیم. مکان که اگر یک وسط انتخابی و وسط تفریقی هست. انتخابی چراست؟ در این وسط غذایی مکان که اگر که اکثرا به خاطر نمونه های مواد غایطه استفاده میشه، به خاطر تشخیص باکتری های انتروباکتریاسی، هم نمک های صفراوی و هم اسیدهای صفراوی و جنشن ویولت وجود داره. جنشن ویولت و نمک‌های صفراوی رشد باکتری های گرام مثبت را بند ساخته و باکتری های گرام منفی را رشدش ادامه میده. از خاطر این دو ماده این وسط انتخابی است. چرا؟ تفریقی است، بخاطر که حاوی قند لاکتوز است. فعالیت تخمری را به ما نشان میده. این باکتری ها در حالت نرمال برنگ است وسط. در اینجا باکتری ها رشد کرده، قند لاکتوز را تخمر داده، رنگ وسط را چی داده؟ تغییر داده. این دو تا لاکتوز را تخمر نداده، این دو تا لاکتوز را تخمر داده وسط مکان که اگر است. مانیتول سالت اگر استافیلوکوک طلایی هم رشد کرده هم رنگ زرد تولید کرده. این رشد کرده اما رنگ زرد تولید نکرده. این استافیلوکوک طلایی است، استافیلوکوکس اپیدرمیدس. و یک وسط غذایی است که به نام هکتو انتریک اگر یاد میشه، به خاطر رشد باکتریاهای سالمونلا یا عامل مرض مورقه استفاده میشه. رنگ وسط ببینید رنگ تقریبا آبی تیره هست. و دو نوع کالونی را مشاهده میکنین. یکی برنگ سیاه، یعنی جاهایی که شما میبینید کلش میکروب ها هست و هم کالونی هایشون، و یکی کالونی هایی است که رنگ تقریبا زرد رنگ داره. هکتو انتریک اگر به خاطر رشد باکتری های سالمونلا استفاده میشه. سالمونلا هیدروژن سلفاید تولید میکنه و رنگ سیاه را به وجود میاره در صورت ارجاع توسط آهن، در حالی که ایکولای هم رشد کرده اما هیدروژن سلفاید تولید نمیکنه که کالونی ها را سیاه رنگ بسازه. خب این باکتری است که قند لاکتوز را تخمر داده و سطح مکان که اگر رنگ را بسلا گلابی ساخته. این تخمر نداده قند لاکتوز را اما رشد کرده، هیدروژن سلفاید اردویش تولید نمیکنه. در اینجا باکتری رشد کرده، قند لاکتوز را تخمر نداده تا رنگ را تغییر رنگ بده، اما رنگ سیاه تولید کرده. این باکتری است که قند لاکتوز را تخمر نمیده اما هیدروژن سلفاید به مقدار زیاد تولید کرده. این عامل مرض مورقه است. کشت مایکروگریزم ها را انشاءالله در جلسه بعدی برای شما توضیح میتونم. اگر در درس
اوساط غذایی شما سوالی داشته باشین یا کدام قسمت براتون گنگ باشه لطفا پایین بگذارید ان شاء الله ما براتون توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.